اینجای کار باید خیلی خوب با سیستم رتبه بندی که تو جامعه ما وجود داره و در حقیقت توی کل دنیا هم هستش آشنا شده باشین و تا حدودی هم شاید سعی کرده باشین رتبه خودتون رو بین دوستا و جامعه‌ای که توش قرار داریم و محیط‌های دیگه‌ای که از پیدا کنید. توی این قسمت میخوام راجع به این صحبت کنم که وقتی یه نفر در بالاترین رتبه قرار داره بهش چی میگن و دقیقاً افرادی که مراتب زیر اون قرار میگیرن اسمشون چیه. توی سلسله مراتب اجتماعی به کسی که در اون بالاترین نقطه قرار داره بهش میگن مرد آلفا. پیدا کردن مرد آلفا توی یک جمع دوستانه کاملا مشخصه. مردیه که همه دختر دوست دارن باش صحبت کنن، مردیه که توی یک جمع صحبت رو به دستش میگیره، بهترین تیپ و ظاهر رو نسبت به بقیه داره، کسیه که کسی نمیتونه باش بد صحبت کنه و کاملا جوابگوه و اگه کسی چیزی بهش بگه جواب پس میده. نمیگم که مرد خشنیه، نه، مردیه که همه ازش پیروی میکنن و بهش احترام میذارن و مردهای دیگه دوست دارن مثل اون باشن و همه دخترها دوست دارن با اون دوست بشن. این یعنی مرد آلفا. و نسبت به جامعه‌ای که مد نظر میگیریم خب مرد آلفا خیلی میتونه فرق داشته باشه. توی همون جمع اگه دختر وجود داشته باشه، دختر آلفا کسیه که از همه زیباتره و ظاهر و اندام جذابی داره و چشم همه پسرا رو به خودش گرفته. اون هم میشه زن آلفا در مقابل مرد آلفا. حالا میخوام یکم راجع به خصوصیات اخلاقی یک مرد آلفا باهاتون صحبت کنم. مرد آلفا کسیه که تو هر شرایطی که باشه کنترل شرایط رو اون به دست میگیره. اگه توی جمع مهمونیه اون کسیه که جمع کنترل میکنه. اگه توی طور مثال فعالیت تیمی بخواد انجام بشه اون کسیه که تیم رو رهبری میکنه. این خیلی مهمه. مردها دوست دارن از اون الگو بگیرن و دوست دارن مثل اون باشن. زنها هم همیشه چششون به سمت اونه و اونو نگاه میکنن. و مردیه که یه جورایی میترسن ازش بقیه. نه به خاطر اینکه یه آدم وحشی و ترسناکیه، نه، به خاطر اینکه مردیه که با دانشش و با اون بعد آلفاییش، لحن کلامش خیلی راحت اگه کسی چیز بدی بهش بگه میدونه که طرف راحت سر جاش میشونه اینو و تو نمیتونی به اون سلطه‌گریش ایراد بگیری و بخوای وایس جلوش. یکی از مهمترین خصوصیات اخلاقی مرد آلفا اینه که میدونه آلفاست و تقریبا نظر هیچ کس براش مهم نیست. یا کسی نمیتونه بهش بی احترام کنه، کسی نمیتونه باورش رو عوض کنه و طرف کاملا از خودش مطمئنه. و این اعتماد به نفسی که داره جوری نیست که بد و زننده باشه و بخواد قد نشونش بده. توی جامعه بزرگ اگه بخوایم مردای آلفا و موقعیت‌های اجتماعیشون رو توصیف کنیم، مردای آلفا کسایی هستن که معمولا رئیس‌های بیزنسی هستن. رئیس جمهور میتونن باشن یا رئیس یک شرکت یا یک حوزه میتونن باشن. کلا در محدوده خودشون آلفا هن. با شغلایی مثل کارمندی و این چیزا کنار نمیان و همیشه دنبال اینن که به بهترین نسخه خودشون تبدیل بشن و از نظر موقعیت اجتماعی خودشون رو ببرن بالا. حالا ما بعد از مرد آلفا مرد بتا رو داریم. مرد بتا خیلی شخصیت جالبی داره و احتمالاً تعدادشون هم تو جمع‌ها و اجتماعاتی که قرار میگیرن خیلی خیلی بیشتره. مرد بتا مردیه که اون خصوصیت‌های اصلی مرد آلفا رو نداره ولی بازم موفقه توی زمینه‌های دیگه. همونطور که گفتم مرد آلفا مردیه که خیلی جسور، خیلی پرهیجان، خیلی پرتلاش توی رد کردن مرزها، توی نوآوری، توی اینکه همیشه پیشرفت بده خودشو تلاش میکنه، سعی میکنه در راستای این کار. اینا ویژگی‌های مرد آلفا بود. اما مرد بتا این چیزا رو نداره. مردیه که موقعیت شغلی خیلی خوبی داره و درآمدش هم شاید اوکی باشه و میتونه حتی آدم پولداری هم باشه و به تیپ و اندامش هم برسه. اما اون جسارت، اون سلطه‌گری و اون فاز رهبری که مرد آلفا داره رو مرد بتا نداره. مثلا اگه بخوام از نظر شغلی افرادی که توی جامعه ما بتا هستن رو بهتون بگم، میشن مثل دکترها، مثلا کارمندایی که
توی رتبه‌های بالای شرکت‌ها هستن، رئیس بخش‌های شرکت‌ها و افرادی که خب حقوق و درآمد خیلی خوبی دارن و قطعاً حالا اگه زمینه‌های دیگه‌شون خوب باشه میتونن اخلاق و تیپ و اندام خوبی هم داشته باشن، که به این مردها مرد بتا گفته میشه. و بازم زنا دوست دارن با اینا دوست بشن، ولی دلیل اصلیش به خاطر اون موقعیت و اون چیزیه که توش هستن، نه چیز دیگه ای. متوجه چی میگم؟ یعنی بیاین فرضاً یه خانومی رو در نظر بگیریم که مثلا رفته توی بانک با یک مردی دوست شده و اون مرد هیچ چیز دیگه ای جز موقعیت شغلیش نداره، یعنی نه تیپ داره، نه قیافه داره، نه اون سلطه و اون جسارت داره، چیزی نداره که زنه جذب بشه، ولی زنه بازم باش دوست میشه. زنه میاد تست میکنه طرف رو، چون فکر میکنه که یه مرد آلفا باشه، ولی میبینه که نه، انگار چیزای دیگه‌اش خوب نیست، فقط موقعیت شغلی خوبی داره. این زن با اون فرد دوست میشه فقط به خاطر اینکه بخواد از منابع اون طرف استفاده کنه، چون اون مرد ارزش دوست شدن رو داره به خاطر موقعیت شغلیش. ولی اگه اون موقعیت شغلی رو از طرف بگیری و اون طرف از دستش بده و نتونه اون چیزایی که قبلا سر میز می آورد رو حالا بیاره، دیگه اون زن باش نمیمونه. ولی برخلاف اون مرد آلفا مردیه که با شخصیتش و با اون جذبش بیشتر از موقعیت شغلیش و اون لول اجتماعیش افراد رو جذب میکنه. اینطوری بهتره بگم که مرد آلفا با اون جذابیت درونیش، با اون شخصیتش، با اون سلطه‌گریش بیشتر آدم‌ها رو سمت خودش جذب میکنه تا که شغل یا درآمد یا ظاهرش. ولی مرد بتا بیشتر با ظاهر و شاید درآمد و شغل و موقعیت اجتماعیش آدم‌ها رو به خودش جذب کنه. و مثال خوبش هم دقیقاً همین دکترا هستن. همیشه دخترها جذب دکترا میشن، ولی شاید دکترها اصلا اخلاق و رفتار جذابی با خانوما نداشته باشن و در نهایت شاید اصلا رابطه‌شون به جدایی ختم بشه، ولی بازم به اون دکترها جذب میشن. اما اگه این مرد آلفا وارد بازی بشه، قطعاً بیشترین زن رو جذب میکنه و مرد بتا خیلی نمیتونه اون وسط رقابت خاصی بکنه. خب تا الان ما آلفا و بتا رو داشتیم. مورد بعدی مرد گاماه. مرد گاما احتمالاً افراد خیلی زیادی از شما که دارین گوش میدین این دوره رو پوشش بده این مرد و خیلی از شما شاید تو همین بخش گاما قرار بگیرید. مرد گاما کسیه که میخواد مرد آلفا بشه، یعنی شاید پتانسیلش رو داشته باشه و میخواد که به اون نقطه برسه. کسیه که از زندگی کردن لذت میبره، آدم آماده پیدا کردن دانش بیشتره، تجربه بیشتره، تخصص بهتره و خلاصه آماده پیشرفته و داره رو خودش کار میکنه. این مرد گاما معمولا اشخاصی که دانشجو هستن، دانش آموز هستن، کسایی که شاید هنوز کار پیدا نکردن، همه این افراد رو شامل میشه که هنوز موقعیت اجتماعی خیلی خوبی ندارن. این افراد شاید درآمد بالا و این چیزا رو نداشته باشن، ولی آمادن که تلاش بکنن، مثل شما به طور مثال مثلا دوره رو تهیه کردن و قصد دارن که روی خودشون کار کنن. اگه مرد گاما هستین و هنوز موقعیت‌های شغلی و اون موقعیت‌های اجتماعی خیلی خوب رو ندارین، بهترین روش برای بالا رفتن همین رتبه‌بندی اجتماعیه. اینه که روی شخصیتت و قدرت‌هایی که به تجربه و درآمد و تیپ و اینا برمیگردن کار کنین. ولی اگر روی شخصیتتون و یا قدرت کاریتون کار بکنین، خیلی سریعتر میتونین به رتبه بالاتر برسین و اگه این چیزا رو داشته باشین، زنا به خاطر همین تلاشتون و همین همتی که دارین میکنین برای رسیدن به رتبه‌های بالاتر، به خاطر همین جذبتون میشن. چون هیچ مردی واقعا جذابتر از مردی نیست که تلاش میکنه برای رسیدن به چیزی که میخواد. قطعا در برابر یک مرد آلفا توی یک جمع شاید خیلی جذاب به نظر نرسین، ولی یک دختری که خب آلفا نباشه و شانسی برای مرد آلفا نداشته باشه، میاد و با شما دوست میشه. در نهایت میرسیم به مرد اومگا که واقعا نباید تو این دست از مرد قرار بگیریم. مرد اومگا کسیه که هیچ قدرتی نداره و هیچ موقعیتی توی جامعه و مباحث تخصصی جامعه نداره. این دسته رسما هیچ قدرتی از لحاظ بیان، صحبت کردن، رهبری و غیره ندارن و کلا کاری رو هم بلد نیستن انجام بدن، تخصصی هم ندارن. مرد اومگا کسیه که
وقتشو به علاف بودن میگذرونه و به پیشرفت نکردن میگذرونه. حس میکنه نیازی اصلا به پیشرفت نداره و این مرد پایین ترین رتبه رو تو سلسله مراتب اجتماعی داره و واقعا اگه تو این هیت خودتون رو میبینین باید تلاش بکنین و روی نگرشتون کار بکنین واقعا. یعنی باید بتونین مایندست ها و ذهنیت هاتون رو جوری تغییر بدین که حداقل به مرحله یک مرد گاما برسین. مرد گاما باید خیلی روی خودش کار بکنه و بهتره که کلا از اون اعتماد به نفس کاذبی که داره یکم بیاد پایین‌تر و یکم انگیزه پیدا بکنه و بالا رفتن توی و به دنبال بالا رفتن توی رتبه‌های اجتماعی باشه. معمولا افراد اومگا توی جامعه کسایی هستن که هیچ کمکی به جامعه نمی‌کنن و شغل خاصی هم ندارن. مثال خوبش میشه گفت پسرایی که توی پارک ها مثلا میرن مزاحم مردم یا دخترها میشن، نه درسی میخونن نه کاری میکنن و نه اصلا میخوان که تجربه یاد بگیرن، کار خاصی هم نمیکنن و به جامعه هم اصلا کمکی نمیکنن، مهم هم نیست براشون. میخوام یه شخص دیگر رو براتون اینجا بگم که توی این سلسله مراتب اجتماعی قرار نمیگیره ولی بازم یه اسمی داره که حتما شاید برای بعضیاتون جالب باشه این قضیه و بهتره که اسم این شخص رو هم بدونید. ما یه شخصیت دیگه داریم به اسم شخصیت سیگما. مرد سیگما جایگاهش رو اگه بخوایم تو جایگاه رتبه بندی اجتماعی قرار بدیم و بهتون بگم دقیقا میشه زیر آلفا، یعنی یکی بالاتر از بتا و یکی زیر آلفا. مرد سیگما در حقیقت واسه این نگفتمش که اصلا به سلسله مراتب اجتماعی اعتقادی نداره، نه اینکه از دانشش ندونه مثلا چیه و اصلا نشناسه، نه، از اینکه اعتقاد داره که یک سری از عرفای اجتماعی وجود دارن و هست اینجور حرفا ولی بهشون پایبند نیست. یعنی مثلا اومدن گفتن که آقا باید دکتر باشی یا بیزنسمن باشی تا موفق بشی و همه احترام بذارن، ولی اون اصلا اعتقادی به این قضایا نداره و شاید اصلا از یه کاری داره پول در میاره که در حقیقت هیچ رتبه اجتماعی نداره ولی بازم درآمدشو داره. شاید اصلا یک سری از عرفایی که تو جامعه هست رو رعایت نکنه، مثلا رتبه دانشگاهیش اصلا چیز خاصی نباشه، پایین باشه، اصلا اعتقادی بهش نداره، کلا هیچ اعتقادی به مسیری که اجتماع و مردم توش دارن حرکت میکنن نداره. یعنی این جمله که میگن همرنگ جماعت باشه اصلا گوش نمیکنه بهش. ولی از این بحثه که بگذریم، ویژگی های شخصیت یک مرد آلفا رو داره، یعنی اونم رهبره، اونم حرف خودشه و خیلی مرد موفقی هم هست، ولی اون چیزایی که تو این سلسله مراتب و اینا قرار میگیره رو زیاد بهش اعتقادی نداره و معمولا ساز مخالفی نسبت به بقیه افراد جامعه میزنه. سخت پیدا کردن این آدما، ولی به شدت این آدمای جالبی هستن و بیشترین چیزی که تو این مردها جذابه همین خاص بودن و متفاوت بودنشونه. این نگرش متفاوتشون نسبت به جامعه است که دخترها رو خودش جذب میکنه. راجع مرد سیگما تو اینترنت بزن یکم مطالعه کنید، خیلی شخصیت جالبی داره، توی هر فردی نیست و سعی نکنید بکنید که بخواید مرد سیگما باشین، همچین چیز خیلی خوبی هم نیستش، چون که سخت‌تر اینجوری جذب کردن، یعنی باید کنار اومده باشی با این داستان از همون بچگی تا بتونی جذب کنی. ولی اگه تو این شخصیت هستین بدونین که هیچ مشکلی نداره، شما یک مرد سیگما هستین و اصلا به عرفای جامعه پایبند نیستین ولی مسیر خودتون رو دارید طی می‌کنین. موقعیت اجتماعی بالایی داره به شرطی که بقیه چیزایی که مهمه رو توی خودش داشته باشه، اون ویژگی آلفا رو تو خودش داشته باشه. بریم وایس بعدی.